که از طریق شبکه جهانی جام جم این مسابقه رو نگاه میکنن. امروز دوشنبه 15 دی ماه سال 1399 با گزارش بازی استقلال و آلومینیوم عراق با شما بینندگان عزیز هستیم و اجازه بدید گزارش مسابقه رو با اعلام اسامی دو تیم آغاز بکنم که در تیم میهمان اجازه همین ابتدای کار یه فرصت که خب داور مسابقه آقای اصغر مومنی که و نهایتا توپ به خط دفاعی میرسه، یه لحظه اشتباه، حالا فرصت ارسلان مطهری توپ دزدی خوبی داره، ضربه رو هم میزنه و حسین پورحمیدی توپو میگیره، خوب کنترل میکنه، دانشگر از کنار حرکت میکنه، حالا دانشگر سر توپ میزنه میخواد سانت بکنه، خوب حرکت میکنه، خوب تو رفته، ضربه رو خودش میزنه. یه مقدار باید بیشتر فکر میکرد. مشت میزنه، برمیگردونه، یه فرصت ایجاد میشه ولی توپ قائدی خوب نیست و توپ بیرون میره. احمدی کنارشه، احمدی توپو میگیره، سانت میکنه، موقعیت خوب ایجاد میشه، فرصت برای یاران آلومینیوم، ضربه رو میزنن و توپ باز هم با سیو عالی مظاهری برمیگرده، یه شوت دیگه و به بیرون میره. حالا توپ یه حمله دیگه، حالا از این ور خطایی هم در کار نیست، آلومینیوم 2 در مقابل 2. ببینیم با این توپ چه خواهند کرد. ضربه رو باید بزنه، فرصت برای آلومینیوم، باز هم رشید مظاهری بلافاصله برد برای موسوی، از اونجا حالا سانت برای استقلال، برید دروازه، یه ضربه سر و یه کار تاکتیکی خوب از استقلالی ها. فرشید اسماعیلی یه پاس خوب اونجا میرسه به یاران استقلال، حالا ضربه رو میزنه و توی دروازه. یه گل زیرتاقی، یه گل تماشایی از بازیکن استقلال و بالاخره به گل میرسن. بازی خوب استقلالی ها حالا به گل میرسه و گلر استقلالی تیم آلومینیوم دروازش باز میشه. آرش برهانی رو میبینید، یکی از بنامترین گلزنان تاریخ باشگاه استقلال که اونجا هست و حضور داره، و پرویزخان مظلومی یکی از مردان تاثیرگذار تاریخ فوتبال استقلال. اینجا این ضربه تماشایی از یاران استقلال و امیرارسلان مطهری که فوق‌العاده میزنه و حالا نشون میده که فوروارد، حالا البته جاش اینجا خالی شده. ببینیم از این ور یاران آلومینیوم چه میکنن، ضربه رو میزنن و تصمیم داور اینه که توپ مستقیما به بیرون رفته و کرنری در کار نیست. یه ضربه و باز هم مظاهری توپو در چارچوب میگیره. باز هم باقی پسند، یه فرصت حالا برای یاران آلومینیوم به سمت دروازه، ضربه رو هم میزنن و مظاهری توپو میگیره. تو کیو صدا میزنه بیا تا دقایق دیگر مشخص خواهد شد. یه فرصت حالا این طرف هم برای استقلال، موقعیت هست برای زدن گل دوم که باز هم توپ کرنر میره. حرکت خوب، قائدی فرصت داره برای زدن گل، قائدی توپ رو هم میزنه. منتظر بودن همه که پاس به بیرون بندازه. حرکت عالی، فرصت برای استقلالی ها، موقعیت برای قائدی، هنوز فرصت داره و ضربه رو میزنه و بیرون میره. حرکت خوب، ارسلان موقعیت داره اگه دریبل بزنه که میزنه، فرصت حالا هست، یه موقعیت برای فرشید اسماعیلی، شوت و توی دروازه جا نمیگیره. یه بار دیگه فرصت برای یاران آلومینیوم، باز هم به سمت دروازه، یه موقعیت خوب دارن، فرصت پاس به بیرون، یه موقعیت حالا از این ور یه شوت لازمه، ضربه رو هم میزنن و دوباره خط دفاع استقلال برمیگردونه. دیاباته، یه حرکت خوب، فرصت برای قائدی و گل. زوج مکمل یاران استقلال و تیم استقلال حالا هنوز کنار هم قرار نگرفته به نتیجه میرسن. حضور مثبت شیخ دیاباته در ترکیب تیم استقلال. حالا استقلالی ها برای او دست میزنن و این هم حرکتی که دارن رو به جایگاه خالی تماشاچی‌ها و البته رو به عکاس ها. این صحنه گل دوم برای استقلال. فکری تعویض خوبی داشت
و خوش فکر بود محمود فکری تو این صحنه که این تعویض تو این شرایط انجام داد. تیمش رو به جلو بود، داشت حمله میکرد، خوبم بازی میکرد، یه تعویض هجومی کرد و همون مرگ برندش بود و باعث شد که آرا استقلال به گل دوم هم توسط این بازیکن رسید. یه پاس برای دیاباته هنوز خودش ثابت توپ. شیخ دیاباته پاس گل حالا خواهد داد یا نه؟ یه ضربه فرصت، هنوز گل که نشده و نمیشه در نهایت. دیاباته این بار آفساید نیست، قائدی حرکت میکنه، فرصت خوبی دارن، 3 در مقابل 2 هستن برای دیاباته، گم میکنه توپو، باز هم قائدی هنوز فرصت داره. دیاباته چی کار میکنه با توپا؟ یه پاس دیاباته، قائدی، دیاباته نمیتونه بزنه و توپو خراب میکنه و بیرون میزنه. شب شیخ نیست امشب. احتمالاً توپ که از این موقع در بیاد و بیاد وسط زمین داور سوت رو خواهد زد که میزنه و تمام میشه بازی و استقلال 3 امتیاز رو با بسته نگه داشتن دروازه خودش میگیره، به صدر جدول برمیگرده.